هموطنان عزیز، فردا برای مسلمانان جهان ماه شریف رمضان فرا میرسد. به این مناسبت مردم شریف تاجیکستان را صمیمانه تبریک میگویم. رمضان در حیات مسلمانان ایام آزمایش اراده، صبر و تحمل و به کمال رسانیدن دیگر خصلت‌های نیک انسانی به حساب می رود. یکی از حکمت‌های اصلی ماه شریف رمضان در آن افاده می یابد که انسان با احساس گرسنگی و تشنگی از حالت یتیمان و معیوبان، بیماران و احتیاجمندان و شخصان کم بضاعت بیشتر